خدایا میدونم خیلی از بنده هات این روزا دلشون گرفته، خودت دستشون رو بگیر و نذار هیچ کسی احساس تنهایی کنه. خدایا هر کسی یه آرزویی تو دلش داره، اگه به صلاحشه خودت قشنگترین اتفاق رو براش رقم بزن. خدایا هر کسی مریضه شفا بده، هر کسی غصه داره دلش رو آروم کن، هر کسی گره‌ای تو زندگیشه خودت با دستای مهربونت بازش کن. خدایا به خونه هامون برکت بده، به سفره هامون روزی حلال و به دلامون امیدی بده که هیچ سختی نتونه خاموشش کنه. خدایا پدر مادر هامون رو سالم و سلامت نگه دار، اونایی که از بینمون رفتن رو غریق رحمت کن و نذار هیچ کس از مهربونیت ناامید بشه. خدایا ما که جز تو کسی رو نداریم، دستمون رو ول نکن، هوامون رو داشته باش و کاری کن آخر همه قصه هامون لبخند باشه. الهی آمین.